اگر قلب یک نفر فاسد بود زبان ملامت نیست، زبان ترجمان قلب است. چرا ما دروغ میگیم؟ چرا یک کس را بد میبینیم؟ چرا غیبت یک کس را میکنیم؟ اگر یک کس بدت نبیایه هیچ وقت غیبتش نمیکنی. قلبا بد میبینیش، از این خاطر غیبتش میکنی. اگر یک نفر خوشت بیایه ولو که اشتباه هم داشته باشه، برش یک راه چی پیدا میکنی؟ راه خلاصی میگی. خلاص اشتباهه. چرا غیبت میکنیم؟ قلب ما کثیف است. چرا حسادت میکنیم؟ در قلب ما بدی است. از این خاطر الله میگه که الله وقتی که بر اصحاب کرام گفت که وکره الیکم الکفر، شما تو قلب‌های پیدا کردین که در بین از او حبب الیکم الایمان، ایمان محبوب است. حالا قلبی که در بین از او ایمان باشه، باز او حسادت نیست، در او کینه نیست، در او تکبر نیست، در او غرور نیست. چرا ما غرور میکنیم؟ چرا قلب ما مملو از ایمان نشده. چرا حسادت میکنیم؟ چون قلب ما مملو از ایمان نیست. خلای ایمانی وجود داره که جای او خلای ایمانی را حسادت پر میکنه، جای او خلای ایمانی را تکبر پر میکنه، جای او خلای ایمانی را حقد و کینه. لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. چرا از یکی دیگه روی دور میتین؟ چرا که یک مسلمان صحیح دست نمیتین؟ چرا روی خود از پیش از میگردن؟ این چی است؟ این کلش رسول اکرم صلی الله علیه و آله این کارا را نکنید. بس در جای قلب ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، ایمان در قلب شما زیبا شده و او زینت داده الله. و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله کفر بد میدیدن، چیزایی که فاسقانه بود از او خسته میشدن. یک کس غیبت میکرد، در مقابل غیبت از او غیبت نمیکرد، بلکه او غیبت کننده را ملامت میکرد و باش میگه که تو خودم گناهگار کردی، مرا هم گناهگار کردی. و عصیان و سرکشی را بد میدیدن. مجردی که یک نفر میدید که یک معصیت میکنه، از مجلس معصیت نمیشیشتن، او را تشویق نمیکردن. اولئک هم الراشدون. اینی کسی که اینی صفات داشته باشه، اینی مردم ها هست که اینا واقعا چی است؟ رشد کردن، ایمانا رشد کردن. شاید یک کس رشد عقلی کرده باشه، بسیار هوشیار باشه، لکن از نگاه ایمانی بسیار ضعیف باشه. این از صفات اخلاقی که در این سوره حجرات گفته میشه. و این در حقیقت ای که انسان ایمان و دینداری را خوش داره، وقت عصیان و فسق و کفر بدش میآید، این در حقیقت چی است؟ الله میگه این یک فضیلت است، فضلا من الله. این فضیلت هر کس نداره و نعمه و این نعمت الله. این که قلب پاک داشته باشی، در قلبت حسادت و غرور و تکبر و کینه نباشه، این یک فضیلت الله هست که برای تو داده شده و این یک نعمت الله هست که برای تو داده شده. و این که تو تکبر میکنی و غرور میکنی و حسادت میکنی، این در حقیقت چی است؟ از فضل الله و از نعمت الله محروم هستی.